خانم روزبهانی، خیلی از مردم وقتی میخوان لبنیاتی راه اندازی کنن یه سری مشکلات عجیب غریب پیش پاشون میفته یا یه سری هزینه‌های اشتباه انجام میدن. تو این جلسه اگر موافق باشین ما حدوداً 6 تا سوال عمده طرح کردیم که با نظر کارشناسی شما اینا رو بررسی کنیم. اشتباه اولی که پیش اومده اینه که انتخاب تجهیزات اشتباهه. یا بیشتر از نیازشون میخرن یا دستگاهی که اصلا به ظرفیت اون کارگاه نمیخوره رو تهیه میکنن. خب یه واحد لبنیاتی بهتره قبل از اینکه بخواد خرید دستگاه‌هاش رو شروع بکنه یه لیست از تمامی مایحتاج و ماشینالاتش رو تهیه کنه و بر مبنای اون خریدش رو انجام بده. این موضوع باعث میشه که هم دستگاه‌های نامناسب نخره و هم توی تولیدش تاثیر مثبت میذاره. بریم سراغ اشتباه دوم. اشتباه دوم اینه که خیلی هزینه‌های اولیه رو درست حساب نمی‌کنن. فقط پول دستگاه‌ها رو در نظر میگیرن و بقیه خرجا یادشون میره. بله، این در حالیه که باید هزینه برق سه‌فاز، هزینه مجوزهاشون، هزینه ساخت محلشون یا دکوراسیون اون مغازه‌ای که در نظر دارن و حتی هزینه حمل و نقل دستگاه‌هایی که در واقع خریداری کردن به محل مغازه‌شون رو در نظر بگیرن. بهتره این موارد هم جزء چک لیستشون لحاظ بکنن. بریم سراغ سومین مورد. سومین اشتباه انتخاب مکان اشتباهه. بعضیا فقط دنبال اجاره ارزونن و اصلا به شرایطش توجه نمی‌کنن. بله، این در حالیه که باید از نظر بهداشت، تهویه، فضای مناسب و حتی رفت و آمد مشتری‌ها و پاخور مشتری هم فضاشون رو در نظر بگیرن، چون در واقع لوکیشن نامناسب یک دردسر بی‌پایان رو داره. خیلی هم عالی. چهارمین موضوع اینه که فکر میکنن همین که دستگاه رو بخرن دیگه همه چی درسته و نیاز به دانش فنی ندارن دیگه. خب اینجوری اصلا نمیشه، چون در واقع الان هم ذائقه مردم تغییر کرده، هم روش‌های تولید تغییر پیدا کرده و اگر قرار باشه که مجموعه‌ای کار بکنه و ماندگار باشه، روش‌های سنتی دیگه پاسخگو نیست. یکی از موضوعات بزرگ دیگه‌ای که مجموعه لبنیاتی درگیرشن اینه که اصلا به بازاریابی فکر نمی‌کنن. یعنی اینکه محصول خوب تولید می‌کنن، محصول با کیفیت دارن ولی کسی اصلا از اون محصول اطلاعی نداره. خب موضوعی که مهمه، مغازه‌ای که پاخور خوب داشته باشه خیلی اهمیت داره، ولی الان در حال حاضر این موضوع به تنهایی کفایت نمی‌کنه و بهتره که فضاهای آنلاین رو امروزه جدی‌تر بگیریم، چون راه حل‌های قدیمی ما رو به جواب‌های جدید نمی‌رسونه. حالا میرسیم به آخرین سوال تو لیستمون. آخرین اشتباه اینه که رعایت نکردن بحث اصول بهداشتی و مجوزهاست. بعضیا فکر میکنن هزینه اضافیه و اصلا کلا بیخیال این موضوع میشن. خب بزرگترین اشتباه همینه، چون هم مشتری رو از شما فراری میده و هم باعث میشه که بازرسان کارگاه شما رو پلم بکنن و اینو در نظر داشته باشید که این رایج‌ترین اشتباهاتی بود که ما مطرح کردیم. لطفا اینا رو رعایت کنید در زمان شروع کارتون که با موفقیت پیش برید.